آموزش شیر کلکتور برای کلکتور. به دو حالت میتونی این شیر کلکتور رو نصب کنی روی کلکتور. یکی حالت خشکه، یه قطره این ور یه قطره هم جهت مخالف میزنی به این صورت. کافیه، فقط دنده ها پر بشه کافیه دیگه. 5 دقیقه بعد زیر 5 دقیقه خشک میشه. حالا اینا من 5 دقیقه پیش زدم و خشک برای نصب آماده است. نصبش میکنیم. برای کلکتور من توصیه میکنم بیشتر از حالت خشک استفاده کنید. خیلی خوب آب بندی بهتون میده. هر جهتی که بخوای میتونید شیر کلکتورتون رو نگه دارید به این صورت. یک حالت دوم حالت فوریه، یک قطره کافیه. نصبش میکنیم. الان همین که اول حالت خوش اجرا کردم الان خوش شده است. همین هم میشه نصبش کنی، هیچ مشکلی پیش نمیاد و بتونه ما بندی میده. به این صورت.